اگه میشد یکی از حیوانات یا موجودات دنیای گیم رو به عنوان حیوان خونگی انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکردی؟ گزینه 1 پیکاچو از دنیای پوکمون گو، گزینه 2 رد از دنیای انگری بردز، گزینه 3 کراش بندیکوت، گزینه 4 ولف از دنیای ماینکرافت. خب حالا 10 ثانیه وقت داری نظرتو توی کامنت ها بنویسی، بعدش جوابو میگم. بچه چت جی پی تی گفته گزینه 2، میگه رد هم میتونه حیوان خونگی باشه و هم میتونه به عنوان سلاح کشتار جمعی خونگی استفادهش کنم. میگه از همه مهمتر هیچ دزدی هم جرئت نمیکنه واسه دزدی وارد خونه بشه. بچه نظرتون در مورد جواب چت جی پی تی چیه؟ اگه میخوای بازم از این سوالا رو جواب بدیم لایک کن و کانال رو دنبال کن.